آقای ملنگشاه. خوش آمدین به برنامه شبخند. خوش باشین. از همه اولتر سلام خدا برای تمام شنونده های تلویزیون یک تقدیم می دارم. من سید ملنگشاه انتظار هستم و من به خدمت شما تیار هستم. خب بله. خوب هستی؟ بخیر هستی جان جور؟ این کجاستی و مسلمان هرچی میپالیم زنگ ده زنگ مهمان برنامه میگه انتحاری کردم هفتم ریو بیا در روی تو آدم نیست. باز پسان خبر شدیم نه گفت انتحاری شده راه بند است ناوقت شده. این حال جلالی صاحب زمانی که شما برای من میزه زنگ من خودم یک آدم ملنگ قواره مدرسه که سیارنگ ولی خلق مردم شبتنگ امرای ما کنه جنگ دی ما رکت سنگ پای ما شبلنگ پولیسا به یک کتفنگ گیری بهم دگننگ مدل شبدگر رنگ نه دنیا کلان است نه تنگ نه چر زدیم نه بنگ گیر آمدیم دگننگ خدا و قرآن دین مذهب کتاب یک رنگ قلبای ما هر رنگ این میجاست که کافرها میزنه چال نیرنگ همون ساعتی که تو برای من زدی زنگ مرفته بودم فهمید ندادیم زنگ باز به دوان شیشتم که یک شاگرد استاد هماهنگ خدا عاجل رساندم که برنامه را بتیم رنگ این حال در خدمت رسیده ملنگ. این میمان فقط تو حمله است و بجنگ. والا خو دیگه چی حال داری ملنگ جان؟ آروسی کدی؟ بله چند سال میشه؟ یارو 20 سال میشه. یارو 20 سال میشه. چند اولاد داری ملنگ جان؟ 8. 8 تا نام خدا چوره چسباندی؟ نه خدا برات بانه داغش نبینی گفته زنای بیوه. زنده باشه. خو دیگه زن خود نمیکنی ملنگ؟ نه از دو زنه کدام قصه داری چیزی داری ترسیدی؟ اترس میگه 100 بار گفتمت که 10 یار نگیر. از 9 و 8 و 7 کار نگیر. 6 و 5 و 4 هرگز به کس وفا نکن. از 3 و 2 بگذر یک یار وفادار بگیر. اونم یک دانه. میام از استاد هماهنگ دافزیت مانده. امو میخوان فکر کنم. بله. دبی کلکا یک چیز حساب میکنی این چیز. اتور از فامی برادر بزرگوار بفرمای. من بیشترم خودم معرفی کردم که من از تو ملنگشاه تخلصم انتظار توکل کل ما پروردگار که از گنگس است کس هوشیار کس نیشه است کس خمار کس غریب است کس پیسدار نی دلار خوشمنی کلدار به جز رضای پروردگار نی قرقلی میمانه نی پکول و نی دستار اگه اضافه کنم گفتار کدام تان شقار کل خطرناکای 2004 ما ملنگ پاچا سای پایمانار ملنگ حضرت شیخ صدالدین انصار که با ولی خدا داریم افتخار اگر پلیس مهارت داشته باشد اشار اگر اردوی ملی در مرزا باشه بیدار اگر امنیت ملی در تقی باشه چی میکنه مسلمان کفار چور اقناقش انفجار چور غریب بیچاره شو اوگار چور امتاری بمره مردار یک چکر بر علمند قندار پس دوره که بیاد مزار در آید لغمان برای از ننگرار بر پکتو پکتیکا پس به داخل شار یک پوخانه را بند که در دالمان نگیری در بالای سار پایین کیبل است یا تار میگه ما خوست نمی بیدار خیچه رو دشمن مدراید شار ما دیوغانان میگروزم دیگه پارک زرنگار از دست برادرای بزرگوال آل ما مزدور شدیم دیگه بادار بهتر اموز که فهمی حال در جای خود بشینیم قراری مردم ما بکنم شمار کسی جا لاغر است کس بردار خب کس فهمی ما وره نمی رقم تنز میگه هم شیر میگه هم اخبار به خاطر که موتی یک دفعه در وطن هم کدیم دیدار قدم هم مثل بید است هستی مثل چنار این خالد نجا به خاطر اگه آدم از یا بتیم فشار کریم آوازی است مثل دیگ بخار اگه نمینجا بکنه انفجار کلن دیوالا میشه قار خدای ناخواسته باسی جه جور نشه کدام بیرو بار نه گمش که کالای ما نشه مردار این خاطر بفامین ما شما کس اینجا خوست کس بیدار کس گزمه کس پیردار کس فامین یعنی بیکار است کس دکار کسی جی است کس فامی طرف خاک جوار کسی جی میره کس طرف چارکار خب به خاطر که موتی بار دوم است که میکنیم دیدار صد که نباشه فامی مخصنم خورد است تو بزرگوار مذهب تصدقه و بادار خب باز چیزی را خواندی این حال اگه ما چیزی را بگویم باز او به قلب درا شروع کده ساز ما کوتاستم تو دراز
این حال دان مرا میکنی واز که ما هم دروغ بگویم هم راست. از ترس خدا خواندیم نماز، کس گردنش بسته است کس خلاص، کس فهمید دلار داره کس نداره پیسه 1 کیلو پیاز. ای به خداوند معلوم است ایراز. ما شما که در بین برنامه داشته باشیم اخلاص، تو چپ بوری و مراز فهمیم زو بغلم شروع شود ساز. نه فیلم مرغ میمان اینجا نه قاز، نه قار میکنیم نه ناز. فهمین نید کلکای خود حساب کنم باز. کلکای حساب کنم. من میگم چیزی که در میدانت میآید بگو نه سیر بانو نه پیاز. خب شیر میرم گفتی ملنگ جان. والا شیر دشکم سیر. خب اگر نه قیتاس مرمی تیر، کس چندول میره کس سینمای پا میره. نه قیماق گیر ماکد نه پنیر، خداوند خوابت نکنه دیر. خیر ببینیم. فهمیم ما هم تنز میگم باز اوقات کم شیر. خب کتی کوک چطور استی؟ دانت هم یک ذره کت خوشکی. ای کسی کوکولاست. سر موتوب کلا کلاگیجی هستن دیوالا، کس پایین میره کس بالا. توکل ما و شما به الله. اگه شروع کنیم از قلولا اردی موت خود رفتیم به بلا. هم سابقه را دیدیم هم مجاهدین هم ملا. بهتر هموز که کوک بیتی لالا.